95% آدما به خاطر این اشتباه تا آخر عمرشون با حسرت و پشیمونی زندگی میکنن. پس لطفاً تا عید ازدواج نکن. تا قبل اینکه اینا رو ندونی، نه به خاطر اینکه سال جدید زمان بدیه، نه به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی و یا به خاطر اینکه عشق بده، نه به خاطر اینکه خانوادت اشتباه میکنن. دلیلش بزرگتر از همه این هاست. این پادکست درباره این نیست که ازدواج خوبه یا بد. این پادکست درباره آمادگیه، درباره شناخت خودت، درباره اینکه قبل از برداشتن بزرگترین قدم زندگی فقط یک بار بشینی و صادقانه با خودت صحبت کنی. یه سوال مهم از خودت بپرس. واقعا چرا میخوام قبل از عید ازدواج کنم؟ چون همه میگن وقتشه، چون فکر میکنم سنم بالا رفته، چون از تنهایی خسته شدم، چون نمیخوام حرف مردم رو بشنوم، چون خانواده فشار میارن، یا چون فکر میکنی دیر بشه بهتر نمیتونی انتخاب کنی، یا شاید یک ترس پنهان داری که خودت هم ازش خبر نداری. ببین، آدم ها وقتی از ترس تصمیم میگیرن 90% مواقع تصمیم اشتباه میگیرن. ترس از تنهایی، ترس از سن، ترس از قضاوت، ترس از اینکه اگه الان نه پس کی؟ اما حقیقت اینه، هیچ کس با عجله خوشبخت نشده. هیچ رابطه‌ای با فشار خانواده موفق نشده. هیچ انتخابی که از ترس بوده به امنیت ختم نشده. سالها پیش توی یکی از شهرهای قدیمی شخصی بود که خانواده‌اش ازش میخواستن که سریعتر ازدواج کنه. اون جوون از این همه فشار خسته شده بود. فشارها، حرفها، مقایسه ها. و روزی پیش مرد حکیمی رفت و گفت استاد، همه میگن باید ازدواج کنم چون دیگه دیر شده، اما نمیدونم چرا دلم آروم نیست. چی کار کنم؟ حکیم سخن گفت تا وقتی خودت رو نشناسی، تا وقتی زخمهات رو نبستی، تا وقتی نیاز رو با عشق اشتباه میگیری، تا وقتی هنوز نمیدونی چه کسی هستی، تو نه همسر خوبی میشی و نه انتخاب خوبی میکنی. جوان پرسید پس کی باید ازدواج کنم؟ حکیم گفت وقتی که آرومی، نه وقتی که عجله داری، وقتی آگاه و بالغی، نه وقتی از حرف مردم میترسی. اون جوان سعی کرد که روی خودش کار کنه. چند سال مراقبه، کار کردن و درونش رو ساخت و بعد وقتی آماده شد خودش فهمید زمانش رسیده. نه خانواده گفتن، نه جامعه گفت، نه تقویم، نه سن. خودش درونش حس کرد زمانش فرا رسیده. این فرق بین عجله و آگاهی است. قبل از ازدواج باید چه چیزهایی رو در خودت ببینی؟ حالا برسیم به اصل موضوع. چرا میگم تا عید ازدواج نکن؟ چون این چند ماه میتونه بهترین فرصت باشه برای شناخت خودت. اینها رو از خودت
سوال کن. سوال اول: من از رابطه چی میخوام؟ محبت، امنیت، همدم، آرامش یا کسی که تنهاییم رو پر کنه؟ سوال دوم: من چه زخم‌هایی دارم؟ ترس از رها شدن، ترس از نزدیک شدن، اختلاف‌های خانوادگی حل نشده، اعتماد آسیب دیده. سومین سوال: من چه عادت‌هایی دارم؟ آیا عجولم، وابستم، کنترلگرم یا فرار می‌کنم از احساساتم؟ چهارمین سوال: آیا مهارت رابطه رو دارم؟ گوش کردن، مرزبندی، مدیریت خشم، حل تعارض. پنجمین سوال: آیا خودم برای خودم کافی هستم یا دنبال کسی هستم که جای خالی خودم رو پر کنه؟ اینها شوخی نیست. این سوالات پایه های یک زندگی هن. میرسیم به بخش چهارم: رابطه چه زمانی خراب میشه؟ آدم هایی که عجله میکنند همون هایی هستن که بعد از چند ماه ازدواج احساس خفگی میکنن، احساس پشیمونی، احساس گیر افتادن. چرا؟ چون نه خودشون رو شناختن، نه طرف مقابل رو، چون وارد رابطه شدن تا فرار کنن، نه برای اینکه رشد کنن، چون فکر کردن ازدواج پایان تنهاییه، در حالی که ازدواج اگر آگاهانه نباشه میتونه شروع یک تنهایی بزرگتر و عمیق‌تر باشه. میرسیم به بخش پنجم: آمادگی یعنی چی؟ آمادگی یعنی تو بتونی احساساتت رو مدیریت کنی، بتونی حرف بزنی نه اینکه داد و فریاد بزنی، بتونی مسئله حل کنی نه اینکه پنهان کاری کنی، بتونی مسئولیت پذیر باشی، بتونی مرز داشته باشی، بتونی تنها زندگی کنی اما انتخاب کنی کنار کسی باشی، نه از نیاز، از آگاهی. و بخش ششم: چرا باید تا عید صبر کنم؟ چون چند ماه زمان خیلی خوبیه برای یک انقلاب درونی، برای کار کردن روی خودت، برای شناختن ترس‌ها و الگوهای ذهنی، برای تمیز کردن زخم‌های قدیمی، برای درک این که من چه نوع رابطه‌ای میخوام. چند ماه چیزی نیست اما میتونه آینده 30 سالت رو نجات بده. من نمیگم ازدواج نکن، بهت میگم عجله نکن. ازدواج نه مسابقه است، نه زمان بندی داره، نباید به خاطر مردم باشه. ازدواج
باید از آگاهی شروع بشه، از آرامش، از بلوغ، از انتخاب، نه از نیاز. پس این چند ماه باقی مونده تا عید، به جای اینکه دنبال جواب بیرونی باشی، درونت رو ببین، خودت رو بشناس. اون سوالاتی که گفتم رو روی برگ بنویس و از خودت سوال کن. آماده شو. وقتی آماده بشی خودت میفهمی که چه زمانی وقت ازدواجه و اون موقع هیچ فشاری مهم نیست، هیچ حرفی مهم نیست، هیچ ترسی وجود نداره. تو از نیاز وارد رابطه نمیشی، از قدرت وارد میشی. تا پادکست بعدی زیبا زندگی کن.